سلام دوستان و تماشابینان عزتمند. دوستان عزیز، ما قرار داریم در کمونیسم ناحیه فرخار چگونه که به همه ما شما معلوم است طول 4 ماه که ما کلود حسابیم و آب رو بسیم با دستگیری همکسه برادران غریب تجارتکارا. همه دوستان عزیز، ما امروز تکنیکا آوردیم، یعنی که همجا برید کستیم. من همین نمره بغالتر نمو آدمی که با باوری های سوم همون در جمع شده ساز خدا را شگر یا 5000 سامانی شدگی های خیلی جبوی نواز میره مگزین توربه مربه میگیره میویم توربه 120 گفت 120 دیگه جا نامعلوم های چند متر میزنش چند متر دوام میبرویه. برای همون برادرها همه ده احترامنا خواهش میکنیم که نمی نورا پدلی سکن در گروپاتون روان کنین و انشالله که کار خوب است و کار صحاب است. بگیریم همجا تیسر آب بروریم به مردم انشالله پیش همین خنکی و پیش همین برف بارون همه کلودسای کندگی ما جان ما نایجا برید کده سیم و چی خاطری جمع برید کده سیم که این دای کلودسای ما طوری نگرفت. همه دوستان عزیز، همه رای کندگی ما چند مرتبه اوجا نشون میتیم توربا مگن ایجا کلودسا مونن و او تکنیکه رو بیم اینجا لبکاش طوری نگرفتن. اینا کلودسا آبی شیرین باید ببرویه. انا با همون خاطر روزی اوجا برید کده سیم اوجا چند میشه شلنگو رو ما منتاج میکنیم ایجا میکنیم میبریم اینجا زگلوشید میکنیم بچه ها پکم میسته که تکنیکه زورش نرسی 14 متره. انا ای خیل میاریم مقصد برای هم برادران همی پدلی سکن 1 روبل نیم روبل قبا برتوانایی یک حرکت دیگه کنیم انشالله با انجام میرسه. پای یکون کار دیگه میشیم. خدا همه تنگه داره کلون بلاگرای همدانی.